در برنامه اخباری آزادی از حوادث تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. سلام دوستان مهربان، امروز 13 سپتامبر است و در برنامه این گزارش را داریم. در شهر دوشنبه وزیران کارهای خارجی 5 کشور آسیای مرکزی روزنامه نشست رهبران ممالک منطقه را بررسی کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه منفعت مردم کشورش را بالاتر از ورود مهاجران می‌داند. و نقاش جوان گلستان فتاح میگوید سهم خوشتومنش در پیشرفت ایجادی او خیلی بزرگ است. من خودم روزیم، من هر وقتی میرم که این را تعریف میکنند، من یک کرتای دیگه میکنم گویا. امروز در شهر دوشنبه در حوشیه نشست سران کشورهای آسیای مرکزی همایش وزیران خارجی کشورهای منطقه برگزار شد. سیروجدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 4 همتای خود را در بوستانسرای حکومتی استقبال نمود. بعداً با بررسی روزنامه نشست سران کشورهای آسیای مرکزی شروع کردند. در این نشست 5 وزیر کارهای خارجی منطقه شرکت داشتند. جزئیات بررسی روزنامه پشت درهای بسته ماند. روزهای 15 و 14 سپتامبر در شهر دوشنبه سمیت سران کشورهای آسیای مرکزی صورت خواهد گرفت. ملاقات پرزیدنتان آسیای مرکزی اینک 5 سال اخیر به یک محفل خاص رهبران منطقوی تبدیل شده است. بررسی مسائل مورد توجه همه کشورهای منطقه از مشکلات آب و انرژی سر کرده تا همسایگی با طالبان افغانستان در محور مکالمه‌های رهبران خواهد بود. ولی تحلیلگرانی که با همکاران ما صحبت کردند درباره اختلاف‌های حل نشده میگویند. خیرمان بقازاده و خورسند خرموف گزارش میدهند. دوشنبه میزبانی پرزیدنتان آسیای مرکزی می شود. واخوری سران کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان خصوصیت مشورتی داشته بعد سال 2017 باری 5 برگزار می شود. مقامات تاجیک تقویت مکالمه با اعتماد و رشد همکاری های منطقوی را از هدفهای مهم این جلسه می نامند. با سبب تحولات جهانی هر ملاقات نو از جمله در آسیای مرکزی از پیشینه‌اش فرق می‌کند. در یک سال اخیر با سبب عملیات جنگی در اوکراین کشورهای آسیای مرکزی در روابط با غرب و هم خود روسیه یک حالت ناهنجاری دارند. قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان خود را زیر فشار آمریکا حس می‌کنند چون که از آنها رعایت تحریم‌های ضد روسیه را در قلمروهای خود تقاضا می‌کند. یک پیامدش تنش در روابط قزاقستان و قرقیزستان است. این مسئله ها باید محاکمه و برطرف شوند و همه اش در پس منظر تلاش های این کشورها در کسب موضع‌گیری عمومی نسبت به موقع روسیه در قبال اوکراین خواهد گذشت. این مسئله گویا یک سنجش خودشناسی امروزه کشورهای آسیای مرکزی است و هدف برگزاری واخوری مشورتی پنجگانه نیز همین است. کارشناسان باور دارند موضوع برای بررسی کم نیست، از مشکلات آب و انرژی تا همسایگی با طالبان افغانستان. ولی اختلاف هم هست و ظاهراً جدی ترینش سردی مناسبت های دو همسایه نزدیکترین تاجیکستان و قرقیزستان در پی مناقشه های مرزی پرقربانی در 2 سال گذشته. متاسفانه ما در متن تحولات سالهای اخیر آسیای مرکزی از جمله در درگیری‌های مسلحانه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان موضع‌گیری واحد و یگانه کشورهای منطقه را مشاهده نکردیم و امیدواریم که نشست دوشنبه و نشست‌های بعدی کشورهای آسیای مرکزی را به طرف تشکیل یک ساختار، یک سازمان منطقوی که بتواند آسیای مرکزی را به عنصر فاعل یا سوبیکت مناسبت‌های بین المللی تبدیل بدهد هدایت خواهد کرد. واقعا هم روابط میان تاجیکستان و قرقیزستان در یک مرحله مرکب رشد قرار دارند، ولی تشکیل همین جلسه های بسیار جانبه امیدی را برای از بین بردن اختلاف ها فراهم آورده مکالمه میتواند در پیدا کردن راه حل ها مساعدت نماید. در اول تطبیق طرح‌های اقتصادی و زیربنیادی میتواند کمک کند. اکثر هم صحبتان رادیوی آزادی به این نظرند که آمادگی کشورهای منطقه به
ادامه مکالمه‌های سیاسی هر ساله میتواند قدمی مثبتی برای پیشگیری کردن از اختلاف‌ها و هم موضع‌گیری مشترک در پیش چالش‌های آینده گردد اگر چنین اراده صمیمی باشد. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه منفعت مردم کشورش را بالاتر از ورود مهاجران دانست. او در این موضوع ضمن فروم اقتصادی شرقی در ولادیوستوک صحبت کرد. پوتین گفت حالا شماره مهاجران چندان زیاد نبوده، اکثریت در بخش ساختمانی کار میکنند. ولادیمیر پوتین افزود بسیار مهم است که جریان مهاجرت برای مردم روسیه عنصرهای ناراحت کننده نداشته باشد و اگر ورود مهاجران به این کشور ضرور است پس باید آنهایی را انتخاب نمود که به اقتصاد این کشور لازمند. همچنین پوتین تاکید نمود نباید اجازه داد که محله‌های خاص مهاجران در روسیه تشکیل کرده شود. چند ماه اخیر در روسیه فضای مهاجر بدبینی و تفتیش و بازداشت آنها اوج گرفته، در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها گروه‌های ضد مهاجران فعال شده است. همچنین برخی از وکیلان روس طلب نمودند که برای مهاجران کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری گردد، ورود آنها به کشور منع و یا به جنگ برده شوند. برمیگردیم به دوشنبه. ماه جاری از قتل احمدشاه مسعود، فرمانده مشهور مجاهدان و وزیر سابق دفاع افغانستان 22 سال پر شد. امروز در پایتخت تاجیکستان محفل یادبود این قهرمان ملی افغانستان برگزار کردید. سالهای گذشته در مراسم‌های گرامی‌داشت احمدشاه مسعود برخی از مقامات تاجیکستان و سفیران کشورهای خارجی مقیم دوشنبه شرکت می‌کردند. این دفعه محفل چگونه جریان گرفت در گزارش امیر ایسایف تماشا می‌کنیم. برخیز ای دلاور، برخیز ای دلاور، به شیر هست پنشیر، ریزد ز چشم عالم خونانه همچو باران. همایش برای گرامی‌داشت خاطره احمدشاه مسعود در سفارت افغانستان در دوشنبه با حضور پناهجویان افغان و مهمانان دیگر، سفیر کابل اظهار امیدواری کرد که روز برسد و چنین مراسم و جشن‌ها را در افغانستان برگزار کنند که زیر دست طالبان است. هر کس خودش می‌آمد شمع خود را می‌ماند و امروز در این محفل بزرگ از هفته شهید اشتراک کردند. و همه‌تان یک بار دیگر خوش آمدید میگم با آرزومندی روزی که روزهای مذهبی، روزهای تاریخی و روزهای قهرمانای خود را در زیر آسمان نیلگون سرزمین خود با تجلیل بگیریم و در سرزمین خود باشیم. حاضران نشست حکومت طالبان را تنقید می‌کردند که با آمدن به سر قدرت در 2 سال پیش مردم و به خصوص زنان را از حق زیادی انسانیتشان محروم کردند. ما که نیستیم صدا بلند میکنیم، در واقع صدای مقاومت هست. صدای مقاومت تنها در کوهپایه هندوکش نیست، صدای مقاومت در امی هم است که بلند میشه و شما حضور پیدا میکنین و خاطر روح شهدایی که در مقابل اینمی لشکر وحشت و بربریت استادند. چهره‌های شناخته تاجیکستان نیز در محفل حضور داشتند. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان ابراز داشت که مردم کشور در کنار ملت جفاکشیده افغانستان همسایه هستند. من در کار دولت دیگر دخالت نمیکنم. سرزمین افغانستان سرزمین خراسان بزرگ، سرزمین نیاگان باباهای ماست. شما اولادای ما هستید. من درباره اولادهای خودم گپ میزنم. این جنایت نیست. احمدشاه مسعود که از فرماندهان سابق جبهه مقاومت و یک چهره معروف در افغانستان سال 2001 در نتیجه یک حمله تروریستی کشته شد. او در بین مردم تاجیکستان هم شهرت زیاد دارد. خب ما اگر به پدیده احمدشاه مسعود و به میراث احمدشاه مسعود اگر نگاه کنیم، این پدیده و این میراث برای بقای هویت سیاسی تاجیکان هم در افغانستان و هم در منطقه بسیار یک ارزش بزرگ است و همین ارزش است که امروز مایه همبستگی و همدلی مردم تاجیکستان با مردم افغانستان شده است که در چنین سرنوشت سیاه و تاریک و بی آینده مردم ما با اونها هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ حیاتی با اونها همبسته هستند.
در خاتمه محفل کتاب صالح محمد رگستانی یکی از همسنگران احمدشاه مسعود با نام مسعود و مبارزه که با حروف سیریلیک نشر شده است به مهمانان تقدیم کردند. برنامه اخبار آزادی را ادامه میدیم. در تاجیکستان زندگی یک جای عروس با خوشتومند در چند سال اول اویله‌داری به مانند قانونی نانوشته است. ایده خوشتومندها را برای بی‌احترامی و جبر به کلین‌ها تنقید و برخی دیگر برای حمایتشان از اویله‌های جوان ستایش می‌کنند. نمونه‌های خوب و با مشورت همزیستی خوشتومند و عروس نیز جای دارند. از جمله در گزارشی که همکارم محمود جان رحمتزاده تهیه کرده است می‌بینیم که چگونه یک خوشتومند در نویای واسه برای پیشرفت کاری کلینش مساعدت می‌کند. از این طرف که این نقاش گیرا پیریخ‌های تاجیکستان را به نمایش می‌گذارد. تلاش رسام فراتر از آن به تصویر کشیدن عظمت پیریخ است. او می‌خواهد این چنین آبشوی پیریخ و گردشگران را در آنجا جا کند. گلستان فتا هنوز این شاهکاری را تکمیل نکرده است. برای به آخر رساندن آن کم تلاش بیشتر می‌طلبد. جالب اینجاست که نقاش پیش از این ده‌ها تصویرهای دیگر را آماده کرده است. وقتی که رسم کشی من شروع میکنم در کار مقصد که یگان جو تماشا میبرشون، مقصد که همین طرفی من دورشان میکنه کمتر که من با فکرم پریشان نشوم. این رسامی جوان 26 سال دارد و در برابر کار به نگاهبین دو دخترش نیز مشغول است. او یگان مکتبی عالی یا کورس رسامی را ختم نکرده است. شوق و آرزوی کودکی گلستان را رسام کرد. پس از ازدواج خوشتومند گلستان به استعداد او پی برد و به رسامی تشویق کرد. هرگاهی که گلستان قلم را به دست میگیرد خوشتومندش به نگاهبین کودکان بند می شود. با همین وسیله گلستان توانسته است در چند چاره‌بینی شرکت کند. خوشتومند من آدم خاکسار، آدم میفهمیدگی با سواد، مقصد که نمیخواه که همه کسب ما هنری ما ای بین بروه. میخواه که مقصد کسب ما که ما هم خیلی شانس دارم هم خیلی تالنت دارم گفتی روسا، مقصد که نمیخواه که همه به یغما روه، میخواه که همه جهانی شوه. حتی در آغاز شوهر گلستان به تلاش‌های او مقاومت میکرد، اما با راهنمایی و دستگیری خوشتومندش گلستان توانست شوهر را راضی کناند. حالا شوهر هم همراه مادرش گلستان را تشویق میکند تا در رشته‌اش پیش رود. در هر چاره‌بینی که به آن گلستان دعوت می شود خوشتومندش همراهش است. تون بچم خیلی امی استعداد نه خونده نه امیر خدا دو دستش در می مکتب 50 مثال همینجا خونده است. یه رسم میکشه که خود دیو رفتن حساب رسمای جا گرفتن. ایرا بین بیش خیلی بریم خود گفتم یگون چی میشه آخه این قوازمونو در اشتراک هستن خچی گرفتیزن بچه یه خدا دو در چیزشه خیلی گفتیم روزی شید. گلستان فتا 5 سال پیش با پسری زینب ازدواج کرد. حالا آنها در دهه کدوچی ناحیه واسه زندگی میکنند. در دهه چاره‌بینی شود گلستان را دعوت میکنند. ای بچه مادر روزی باشه اون فرزندم روزیه که من خودم روزیم. من هر وقتی میرم که ایرا تعریف میکنند من یک کرته دیگه میکنم گویا. طی چند سال گذشته سفر هنری گلستان پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. خوشتومندش زینب فیضاوه با کلینش پیشنهاد کرده است که پیریخ‌های تاجیکستان را رنگ‌آمیزی کند. با گفته خانم زینب کار کلینش به او نیز نیرو میبخشد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسه. و بینندگان عزیز یک خبر دیگر هم داره. مقامات تاجیکستان که آوردن ماشین‌های کهنه را از خارج منع کردند در مزایده بیش از 150 نمود این ماشین‌ها را به فروش می‌گذارند. شما می‌توانید تفصیلات این خبر را در صفحه ما بخوانید. دوستان عزیز برنامه را اینجا به پایان می‌بریم. تشکر که ما را همراهی کردید و یادتان نرود ما در شبکه‌های اجتماعی صفحه خود را داریم که می‌توانید پیوسته خبر و گزارش‌ها را از آنجا بخوانید و تماشا کنید. فردا برنامه‌های دیگر داریم که شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.